در یک حشر عمومی شهر ولایت پنجشیر از وجود کثافات و زباله‌ها پاککاری شد. این کمپاین صفایی شهر از سوی پوهنتون ولایت پنجشیر با همکاری ریاست شاروالی بازارک و اداره حفاظت محیط زیست این ولایت با اشتراک مسئولان و شهروندان پنجشیر راه اندازی شده است. در یک حشر عمومی شهر ولایت پنجشیر از وجود کثافات و زباله‌ها پاککاری شد. این کارزار صفایی شهر از سوی پوهنتون ولایت پنجشیر با همکاری شاروالی بازارک و اداره حفاظت از محیط زیست این ولایت راه اندازی شده است. والی ولایت پنجشیر که منظور تشویق و حمایت اشتراک کنندگان این برنامه به دست می‌گوید شهر پاک نشان دهنده فرهنگ عالی و سلیقه ساکنان آن شهر را نشان می‌دهد. اگر ما صفایی را رعایت بکنیم از نشانه فرهنگ ما شما می باشد. اگر یک کسی در یک شهر داخل می شود ببیند که شهری با سلیقه و شهری صفا و شهری پاکیزه وجود داشته باشه، مردمی که از بیرون می آید ایرابایی تعبیر میکنه که مردم این شهری منطقه مردم با سلیقه و مردم پاکیزه هستند. اشتراک کنندگان این برنامه که بیشترشان مسئولین پوهنتون ولایت پنجشیر هستند میگویند این برنامه را با منظور ترویج بیشتر فرهنگ شهرنشینی و تشویق به فعالیت‌های رضاکارانه به راه انداختند. هدف ما این است که پوهنتون‌ها همیشه تولید علم اندیشه به خاطر بهبود زندگی است، بهبود زندگی معیشت مردم. ما پروژه عملی برای انداختیم که فرهنگ شهرنشینی، حفاظت محیط زیست، برداشتن زباله‌ها از محیط‌هایی که دیگه جایشون نیست و گذاشتن در محیط امنش دیگه رسالت و مسئولیت ما بود. یک چیز اساسی است که مردم باید قلب و دلشان طرف امی پاکی و صفایی بره، یعنی ذهنن به این آماده شوند که اگر میبینن که چیز محیط کثیف میکنه، ناپاک میکنه، انسان باید از اونمو عمل چه بکنه، دوری بکنه. مسئولین و مقامات محلی ولایت پنجشیر که نیز در این حشر اشتراک کردند میگویند هم دین و هم فرهنگ ما را بر نظافت تاکید نموده است. سترگی و صفایی در مجموع او جزء از اجزای ایمان ما و شما مسلمان هاست. ایمان ما بدون سترگی و صفایی تکمیل نمیشه. ولایت پنجشیر از جمله ولایت زیبا و تفریحی کشور به شمار می رود که در فصلهای بهار و تابستان هزاران تن از این ولایت دیدن می نمایند. مسئولین این ولایت تلاش می کنند تا فضای گوارا و محیط شاداب این ولایت را حفظ نمایند.